سلام بچه ها، من زاکس 8 هستم و امروز آمدیم با یک ویدیو خفن و جنجالی. همراه ما باشید. عشقای داداش، خوش آمدید برای پارت 3 سنسیویتی. و قراره مثلا من برم تو بتل و هر وقتی 6 تا کیل به بالا، یعنی 6 کیل نه 6 تا کیل به بالا 7 کیل بزنم با این سنسیویتی. هر چقدر طول بکشه اب نداره، 3 4 5 صفحه طول بکشه، ولی باید مثلا 6 تا قصاشه 6 تا رو بزنم. آقا ببین، و آخر ویدیو سنسیویتی رو بهتون نشون میدم. این سنسیویتی گفتم دیگه برای همه گوشی ها هست. خب بچه‌ها، بالاخره استارت شد. نزدیک 10 دقیقه 12 دقیقه فقط استارت شد. پیک جدید هم مارول نبود. بچه هنوز دست اوله، ببینم چند دست طول میکشه تا 6 تار بزنیم. و دیگه هم گفتم آخر ویدیو بهتون نشون میدم سنس و بپم اونجا نمرس. یک نفر دارست نیمه تفنگ بردارم. بیا نیمه بچه سلام چیه میبر بسی یک اونجا بور نمی میگه یا نه یاد. خب بریم برایش بردن. آخ میگم اول یک باشه از عقب بزن چوالم. ببین آشغال بیشعور آشغال بیشعور بیفهم. نه من تفنگ ها بردارم. بیان دست اول بس یا دست داریم تیشت یک جی بیا
بمیر آشقا ببین هی جواب بزنی تو زشت بیا من اومدم فکرم رفت بیا بیرون آشغال دیوار بیرون بمیر دیگه 3 تا کیل انشالله تو همین دست همه بزنم و دست دومش نیست دست اول کسی نیه اینجا همه رفت مثلا نمیه ما كنت دیدم قرار بمیر باید بمیری باید سلام خوبی سلامتی یعنی یک ذره تکون مخورده یک سریعه مجام دیدک زده بود دیوار ها شد چی برم بالا برم کم کنم کسی نیه نباشه زشته من برم کم کنم زشته هیچی نیم کسی نیه بیا نه ازش شما سنسر امتحان کنم مجبوره با های از وانشاتی جاها بعدی هم نمون کنم انشالله با 4 تا کیل نمیرم که 2 تا 3 تا کیل لازم دارم تا به مقصد اصلیمون برسیم کجا منه اینجا بپر سینه که اینجایه بیاد بیرون هیچ چند نفر دیگه مونده تیر بیاین 10 نفر مونده
ندیدم بهش بود یکی حمله کردم. کجا هست بابا؟ بمیر آشغال 5 تا کلن 2 تا کسی نیه اونجا نزنم باز انشالله که همون 2 تا باشه. من باید 7 بار بزنم واقعا زور 5 تا زدم چه شده که پیداش انشالله اینجا هیچ نداره خدا اینجا دیگه بعد از کنده ندنه این که کلن 2 تا کیلو بزنم بس بعد بیان مرکز بیان چیزه از این برچی تیر دست فرار مقام شانس دارم داره تیر بزنم یه دوست بسم الله دوی کجا رفتی شمان درد مرز نگرفتی پیش کجا رفت حالا صدا پا کجیه نزنی چیز پیش اصلا نبود دیوار صبر چند نکردم که دیری بابا فشاری شوره آشقا چه نمید واقعا فشار الان 5 نفر زدم از دست دوم پلیزه واقعا دست دوم بچه ها واقعا دفعه پیش خیلی نامردانه مردم و به خاطر که واقعا با مین خیلی نامردیه مردم اگر 2 تا کیل بزنم تو این دست با اون 5 تا که زدم جمع میشه 7 بازی تموم میشه و سنسیویتی واقعا سنسیویتی خوبی حالا در آخر ویدیو بهتون میذارم بمیر یکی نه تیز اومد جوی بیا
بره ما ای بقا فرار میکنه ما گذاشتیم من پشتم فکر کنم ویدیو لانچ تیرم ندارم بابا بالفعل ای توف بوز سر ای تو اهمه تفنگ بردارم بعد بیام اینجا همه حالا دیگه گفتم با اونا جمع میشه 6 تا کیل فقط یکی دیگه اگه کسی از رو هوا من نزنه یک کیل دیگه بسی باید دارم چرا حرفم چیه فقط یک کیل دیگه بزنم تمام از پیش نداشتم حالا شیرش برم بردم چیک ماشین آمد برم بابا فهم بیر باک میشه یا نه نمرد تو زمین نه روز چه سندیدی بیشون میشه نه حرکت میکنم دوباره برم کلید آخر فقط کلید آخر برای یعنی امتیازش تا حالا واقعا 8 تا گرفته من یک پیداشه بیاد چی اتاق خودش بره بالایی با یک بالا شورا بالا کم بیا همون برم چمن شون بزن تو کلش فرار بمیر میم کیل دوم نشد خواب کیل دوم هم گرفتم بعدم خوردم دیگه تموم شد کجا میرید و واقعا نمرش چند دقیقه تا شد نمرش بیا بریم یک اسکواد دیگه یک بتل نیم بریم چیز کلش اسکواد این حالا چون واقعا 18 دقیقه کمه حالا 2 نفری بریم بچه 20 دقیقه بچه واقعا 8 تا گرفت 8 تا واقعا گرفته این دیگه پارت آخره نکنه یک ذره طولانی باشه خیلی بیا بیرون ای کاش که فکر کنم واقعا برای بعدی یک دست اول دست دوم سری بیا استفاده کنیم روش
بمیر دیگه. دیدید واقعا عالیه، واقعا سنس خوبیه. سنس رو دیگه چند دقیقه تا شد سیغه خوبه. حالا یه داده از چه برمیده اسنپ داده از فیلم نمیگیرم که طولانی نشه، دسته که خودم بردارم تفنگ و فیلم میگیرم. بچه دست خودم شد واقعا. نمرش الان الان بهتون میگم از 8 بالایه، یا 9 یا 10 دیگه، جز الان نمیگه اما 9 back to the 8. خوب من خوب میزنم، واقعا خوب میزنه. بچه حالا باید نگاه کنیم چیزی از سنس نگاه انواع گوشی های و بریم نگاه. و نمرش میشه 9 از 10 دیگه، 9 10 9 نیم دیگه، چون 10 حالا نمیگیره. اینم سنس اولی 162، دومی 114، سومی 131، 99، 63، 65. دکمه تیر به دکمه تیر مثلا اون مدل که تیرتو میتونی دستت بگیری، یعنی دکمه تیر هر کدوم که دوست داری اب نداره، چون برای گوشی های مختلفه دکمه تیر رو نگفته. فقط بدونی یعنی سنسیویتی همینه. خب تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.